سلام دوستان عزیز، سلام به همراه های همیشگی من، سلام به روی ماهتون. امروز با یک نیت قهوه فال کامل قهوه و تارو در کنار شما عزیزان هستیم. نیت کنید با من همراه باشید که ببینید این فال قهوه برای شما عزیزان چیا رو نشون میده. خب دوستای عزیزم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب انشاءالله که خبرهای خوشایند براتون داره، چون که فال قهوه اولش که با اون صدای دلنشینش باز میشه همیشه نشان از خبرهای خوب رو داره. عزیزای من، فقط این روزها یک مقدار مراقب افراد دوروی دور و بر خودتون خیلی باشین، چون که احتمال داره راجع به یک سری مسائل کاری بخوان با شما یک سری لجبازی ها رو انجام بدن. یک مقدار حواستون به اینجور آدم ها باشه. همچنین برای شما ملاقات با شخصی که از راه دور از یک سفر طولانی برگشته هم براتون دیده میشه. خیلی سریع و سیر دوستانی که برای مسائل مالیشون نیت کرده باشن، مشکلات مالیشون، کارهای مالیشون براشون روی 10 وعده براشون حتما حل خواهد شد، چون که اشک شوق و خوشحالی و رضایت قلبی برای شما در مورد مسائل مالیتون هم دیده میشه. از جانب شخصی که اسمش علی باشه برای شما خبر خوب دیده میشه. احتمالا شروع یک کار جدید باشه، احتمالا پیشنهاد برای کار جدید و خوشحال کننده باشه از این آقایی که خیلی صورت لاغر و کشیده‌ای داشته باشن، چشمای بادومی حالتی دارن، تحریش مدل ریش خاصی میذارن. این آقا به زودی در مورد یه مسئله‌ای که خیلی وقت منتظرش بودین برای شما یه کمک خیلی عالی انجام میده. دوستای عزیزی که منتظرن از طرف پارتنر احساسیشون یک خبری، یک بازگشتی، یه حرکتی براشون انجام بشه که این دلگرفتگی ها، ناراحتی ها براشون رفع بشه، به زودی براشون ببینید دیدار و ملاقات احساسی دیده میشه. دیدار و ملاقاتی که باعث رضایت قلبی هر دو شخص از یک رابطه خیلی عالی خواهد بود. تا 6 وعده آینده خبر بسیار خوبی راجع به یک امضای سند هم براتون دیده میشه، چون که برای شما تا احتمالاً میتونه تا برج 6 هم باشه. تا برج 6 هم میتونه باشه که شما یک امضای سند بسیار عالی رو زده باشین. فقط مراقب باشین در مورد کارهایی که برای موفقیت هست، در مورد کارهایی که برای ازدواج میتونه باشه. خیلی سریع این رازها و این خوشیهاتون رو با همه در میون نذارید، چون که چشم خوردن و احتمال اینکه این خوشحالی شما، این موفقیت شما باعث حسادت اطرافیان بشه خیلی زیاده. برای شما یه خبر خوشایند، یه پرنده خیلی زیبا هم توی فنجونتون دیده میشه. این نشون میده که شما از یک غم خیلی بزرگی، از یک غمی که برای شما باعث ناراحتیتون بوده یا احتمالاً از یک جدایی که شما را آزار میداده، براتون خبرهای خیلی خوب و خوشحال کننده میتونه براتون وجود داشته باشه. برای ادامه فال تاروتتون حتما این پستمون رو لایک کنید و زیرش کامنت 11 رو بذارید تا فال تاروت برای شما به دایرکتتون ارسال بشه.